سلام دوستان. تو این ویدیو من قصد دارم نحوه کشیدن پارچه حریر رو با رنگ روغن بهتون آموزش بدم. تو این مدلی که من از قبل طراحی کردم، لباس مدل پارچه حریر به اضافه توره. قبل از همه چی من عذرخواهی کنم که فراموش کردم دوربین رو به صورت افقی قرار بدم و برای همین همچنان احتمالاً تصویر کوچیک خواهد بود. قول میدم که در ویدیوهای بعدی موضوع رو مد نظر داشته باشم که دوربین رو افقی قرار بدم تا بهتر دیده بشه. من نقاشی رو همون جوری که در ویدیویی که لینکش رو براتون میذارم آموزش دادم شروع میکنم. در ابتدا رنگ‌های تیره تر جاهایی که سایه داره رو روی بوم قرار میدم و همون تکنیک رو استفاده میکنم که بهش میگم تکنیک پازلی. یعنی اول رنگ‌های تیره، قسمت‌های سایه‌دار و در نهایت قسمت‌های روشن رو بهش اضافه میکنم و بعد اونها رو توی هم محو و فید میکنم. یکی از نکاتی رو که باید حتما حواستون بهش باشه اینه که توی کشیدن پارچه حریر لطافت پارچه باعث میشه که اختلاف رنگ بین سایه و قسمت‌های روشن کم دیده بشه. برای همین باید اختلاف رنگ رو کم در نظر بگیرین یا در نهایت در انتهای کار اونها رو به هم نزدیک کنید از نظر توناژ رنگی. خب همونطور که میبینی من همچنان دارم قسمت‌های تیره پارچه رو که قسمت‌های سایه پارچه هست در اصل و فرو رفتگی‌های پارچه رو رنگ میذارم و بعد در کنار اونها با قلموی نرم رنگ‌های روشن رو قرار میدم. اصولا برای گذاشتن این جور رنگ‌ها من از قلم‌های نرم استفاده میکنم. به جز قسمت‌هایی که مرز چین و چروکا هست اونجا از قلم تیزتری استفاده میکنم و خشکتر که بتونم اون تا خوردگی ها رو نشون بدم. و تفاوت دیگه‌ای که پارچه حریر با بقیه پارچه ها داره اینه که پیچ و تاب و چین و چروک های پارچه حریر خیلی نرم تره. برای همین موقع کشیدن این چین و چروک ها باید خیلی با لطافت و با انحنا کار بشه و این خیلی فرق میکنه با پارچه هایی که ضخیم‌ترن مثل مخمل یا کتون که بافت خشکتری داره و اونجا باید چین‌ها خشکتر تیزتر باشه، اما توی حریر باید سعی کنیم که نرم این کار رو انجام بدیم. باید سعی کنیم چین و چروک ها، خمیدگی ها با کنتراست پایین و خطوط نرم ایجاد بشه. سایه ها هم باید کمرنگ و محو باشن.
مسئله مهمتری که هست و باید حواسمون بهش باشه جهت تابش نوره. اینکه شما نور رو از کدوم سمت دارین باعث میشه که بدونین از کدوم قسمت سایه ها تشکیل شدن، کجاها باید تیره و کجاها باید روشن‌تر باشن. تو مدل من نور از سمت بالا میتابه، برای همین در نهایت باید اون قسمت‌هایی که رو به بالا هستن روشن‌تر باشن. این مسئله در مورد چین‌های عمودی هم صدق میکنه. در مورد چین‌های عمودی هم قسمت‌هایی که تا خوردگی هست تیره‌تر، قسمت‌هایی که بیرون زدگی هست روشن‌تر. پله پله باید کشیده بشه. و اینکه باز چون این پارچه حریره نباید اختلاف رنگ خیلی زیاد باشه و نباید چین‌ها خیلی خشک و تیز باشن. برای همین با یک قلموی نرم میتونیم اونها رو تو هم به نرمی حرکت بدیم. به صورت کلی هم باید یادتون باشه جاهایی که سایه شدید میفته، مثلا این قسمتی که کمر پیراهن هست، یعنی کل اون قسمت بالاتنه است، آستین، یقه و همه اونها سایه میندازه و یه حالت کنج ایجاد میکنه، باید تیره تر بشه. من از یک مقدار خیلی کمی رنگ قهوه‌ای برنت آمبر اضافه میکنم به رنگم که اون سایه رو ایجاد کنه، اما در نهایت باز محوش میکنم که اون اختلاف خیلی زیاد نباشه، برای اینکه پارچه حریره. من نمونه پارچه های دیگر هم براتون تو همین ویدیو نشون میدم، نمونه نقاشی های دیگه که پارچه هایی با جنس های دیگه کشیدم تا اختلافی رو که میگم در مورد تیز بودن و شارپ بودن اون سایه ها و چین ها بهتر متوجه بشین.
در مورد دامن کار هم به همین شکل هست. منتها نکته که میخوام بهتون بگم قسمتی که دست مدل قرار داره، یعنی سایه‌ای که دست میندازه روی پارچه، اون قسمت باید تیره تر باشه. نه خیلی تیره، اما تیره به خاطر اینکه سایه قوی میندازه، خیلی قوی. سایه هایی که حریر روی حریر میندازه، یعنی سایه های چین رو چین پارچه خیلی کمتر تیر است تا وقتی که دست روی اون پارچه داره سایه میندازه. برای همین باید سایه قوی تر باشه. و دوباره به همون شیوه قسمت هایی که چین خورده تیره تره، من همون روش پازلی رنگ های تیره رو اول و بعد رنگ های روشن رو میذارم و اونها رو تو هم محو میکنم. فقط دوباره مجدد یادآوری میکنم که یادتون باشه تو پارچه حریر نباید خطوطتون تیز باشه، برای همین سعی کنید از قلموی نرم استفاده کنین. دستتون رو به حالت انحنادار روی پارچه بذارید، روی بوم بذارید و اونها رو حالت خمیده ایجاد کنید. خب همینطور که میبینید من قسمت دامن کار رو هم کشیدم، رنگ‌های روشن رو هم قرار دادم. حالا چیزی که میخوام اینجا در این مرحله انجام بدم و میخوام بهتون بگم قسمتیه که باعث میشه پارچه شما حریر به نظر برسه. رنگ سفید رو به اضافه مقدار خیلی کمی از رنگی که در روشن‌ترین قسمت پارچه به کار بردیم، به اضافه مقدار زیادی روغن با هم ترکیب میکنیم و یک مایع نسبتاً رقیق میسازیم. نه رقیق مثل آب، ولی رقیق در این حدی که راحت حرکت میکنه و مثل رنگ غلیظ نیست، مثل یه شیر رقیق شده. مقدار سفیدش هم کم نیست، مقدار کمترش از رنگ بیس، حالا اون قسمت کمرنگیه که برای لباستون استفاده میکنید. و اون رنگ رو و اون روغن رنگدار رو با یه قلموی باز نرم روی قسمت هایی که قرار نور بخوره، قرار روشن‌تر باشه قرار میدم و در نهایت با یه قلموی بزرگتر اونها رو تو هم محو میکنم، تو رنگ های قبلی محو میکنم. قلمویی که من برای محو کردن استفاده میکنم قلموی آرایشیه، یه براش آرایشی که سر گرد و متراکمی داره و باعث میشه که رنگ ها خیلی بهتر تو هم محو بشن. استفاده دیگه هم که من باز از این براش های آرایشی میکنم برای بیس کاره، برای پس زمینه کاره. وقتی که میخوام رنگ ها خیلی نرم توی پس زمینه باشن، اون وقت از اونها استفاده میکنم که رنگ ها رو راحت هم هل بدم به عبارتی. مسئله دیگه اینه که پارچه حریر نور رو بازتاب میکنه، اما این بازتاب ضعیفه، خیلی قوی نیست. برای همین باید حواسمون باشه در قسمت‌های روشن نقاط سفید قرار ندیم، یعنی نقاطی که خیلی نور خورده باشه نباید دیده بشه، باید محو بشن. توی بعضی پارچه ها مثل ساتن برعکسه، یا مثل بعضی از قسمت‌هایی که توی مخمل وجود داره، ما میتونیم با قرار دادن رنگ‌های خیلی روشن حتی سفید اون انعکاس نور رو ایجاد کنیم که بافت پارچه رو ایجاد کنه، اما پارچه حریر به اون شدت نور رو بازتاب نمیکنه.
برای همین وقتی من رنگ سفید رو با روغن قرار میدم سعی میکنم با این قلموی بزرگ کاملا اون رو محو کنم و فقط یه روشنی ازش باقی بمونه، نه نقاط سفید و تابش های خیلی تیز. یه مقداری هم قلمو رو به سمت قسمت های سایه‌دار میبرم که روی کل کار بشینه، به خاطر اینکه اختلاف رنگ توی حریر نباید خیلی زیاد باشه. در ادامه دقیقا همین کار رو برای قسمت‌های دامن رو هم انجام میدم. یعنی همون مایه رقیق سفید و یه مقدار صورتی که حالا بیس کار من هست رو روی قسمت‌های برجسته قرار میدم و بعد با قلموی بزرگ همه رو در هم محو کنم. خب دوستان، این الان تا این قسمت کاریه که انجام شد. حالا اینکه لایه‌های بیشتر و رنگ‌های بیشتر روش قرار بدیم، لایه‌های نازک‌تر برای اینکه حس تور داشتن رو ایجاد کنه، میتونه به ظرافت پارچمون هم کمک کنه. در نهایت باید قسمت‌هایی که از بالا نور بیشتری گرفتن روشن‌تر بشه، قسمت‌های پایین‌تر تیره‌تر باقی بمونه. ولی میگم چون این پارچه قرار پارچه حریر باشه، نباید اختلاف رنگ خیلی زیاد بشه. توی این نقاشی اگه دقت کنین، به خاطر اینکه پارچه لباس در قسمت قرمز لباس یه پارچه ضخیم‌تره، سایه‌ها به صورت تیز نقاشی شده. برای همین جنس پارچه شباهتی به حریر نداره. تا خوردگی ها تیزتر، اختلاف رنگ بین قسمت های سایه و قسمت های برجستگی و چین لباس خیلی بیشتره. حتی من از رنگ های قهوه‌ای سوخته و مشکی براش استفاده کردم که این شدت کنتراست رو نشون بده. توی نقاشی هم همینطور. همچنان این لباس هم لباسی نیست که پارچه لطیفی داشته باشه. برای همین توی سایه ها رنگ ها خیلی تیرن، توی فرو رفتگی ها خیلی تیرن، توی روشن ها خیلی روشن ترن، اما اون اختلاف رنگ باعث میشه که جنس پارچه ضخیم به نظر برسه. اما چی باعث میشه که بافت پارچه بافت ظریف‌تری باشه؟ مثلا فرق بین مخمل یا پارچه کتون نازک، کتون کاغذی مثلا توی این مدل پارچه خیلی ضخیم نیست، برای همین چین ها به هم نزدیکن. عرض و قطر چین ها کمه. اما وقتی میخواین یه پارچه مخمل بکشین، شما وقتی پارچه مخمل رو تا میزنین، قطر اون تا خوردگی زیاده. برای همین مثلا به عنوان مثال توی این مدل شما میبینید که اون قسمت هایی که تا خورده فاصله دارن از هم خیلی و این باعث میشه که پارچه ضخیم‌تر و سنگین‌تر دیده بشه. همچنان توی این مدل هم قسمت‌های تیره خیلی تیره ترن و قسمت‌های روشن حتی از رنگ سفید استفاده شده، چون در پارچه مخمل اون بازتاب نور خیلی محسوس دیده میشه. امیدوارم که از این آموزش استفاده کرده باشین. من سعی میکنم در ویدیوهای بعدی آموزش اون لایه حریر و تور روی لباس رو هم حتما قرار بدم که بتونین ازش استفاده کنین. اگر مطلب خاصی، چالش خاصی در قسمت‌های دیگه طراحی با رنگ روغن به نظرتون میرسه که میتونم بهتون آموزش بدم، میتونم کمک کنم، خیلی خوشحال میشم که برام بنویسید توی کامنت و نظرتون رو هم بگید و من مجددا عذرخواهی میکنم به خاطر کیفیت پایین تصویر و دوربین و قول میدم که در دفعات دیگه خیلی بهتر بشه.